تریتا نام طبیبی از دوران ایران باستان بوده. تریتمنت معنای درمان کردن، مداوا کردن که از ریشه تریتا یا تریت است. و یا کلمه میترال دریچه دولته‌ای قلب که برگرفته از نام میتراس، رب النوع مشهور ایران باستان. خانم سعادت، سرکار خانم سعادت، به نظر میاد تو کلاس نیستی. راستش نه، معذرت میخوام، حالم خیلی خوب نیست، میتونم برم بیرون. بفرمایید. شما حرفایی میزنین. شما مادر بزرگشی، منم خالشم. خب دلم تنگ میشه واسه بچه. خب پس بچه خودت چی؟ میبینی بچه رو سپرده دست این سیمین در دیوونه. حالا بچه تو بالا پایین رفتن از پله پاش پیچ میخوره به هم میفته، از پله پایین سر کلش میشکنه. جواب شوهر تو چی میخوای بدی؟ وای خانم جون، شما همیشه عادت دارین دل آدم به شور بندازین. چرا انقدر یکی به دو میکنین تا اینجا اومدین؟ خیلی خب، حالا سه گرمهاتو باز کن، داری میری دیدن بچه‌ت. ببخشید دیگه، من همش دل تو دلم نیست، این روزا میام پیش امید همش اینجوریه. مادری دیگه، آدم بوتیمار بشه مادر داشت. آره والا. نمیخوام از مزاحمت‌های شبونه قباد چیزی بگیم به بزرگا اگه دیدینش. خب یکی بعد جلوی یاردانقلی در بیاد دیگه. سلام، خوش اومدین. امرتون؟ امروز نوبت دیدن امیده. امروز؟ چیزی شده؟ چیزی که نه. مریض امید؟ نه نگران نباشین، ولی عجیبه فراموش کردن. آخه آقا قباد و شیرین خانم و بچه رفتن لاله‌زار. واه، ولی امروز وعده هفتگی ماست. به من توضیح ندادن. خب این عین دزدی میمونه. من به کنار، اون بچه چه گناهی کرده؟ شهرزاد من تقصیری ندارم اصلا. بریم خانم جون. کجا؟ وای میزیم تا برگردن. میگم بریم همیرا. من میخوام بزرگ آقا رو ببینم. بی خودتون کوچیک نکنید. تو هیچی نگو خانم جون، خودش بهتر میدونه چیکار باید بکنه. بعید میدونم بزرگ آقا وقتش. ببین خانم جون، آتیشم بزنن بزرگ آقا رو ندیده نمیرم از اینجا. ما اگه از خاندان اشقیا هم بودیم، با این همه بلا و مصیبت که کشیدیم تا حالا طیب و طاهر شده بودیم. تا کی دل دختر مظلوم من شرح بشه؟ صدای منو میشنوید آقای تیمان سالار؟ یا حسین مظلوم یا زینب مظلوم؟ این دختر منم از جماعت مظلومینه. پروین خانم آروم باشید، بفرمایید بشینید. چه خبره اینجا؟ سلام آقا. سلام علیکم. پروین خانم،
شمایی؟ تشریف بیارید داخل. اکرم راهنماییشون کن داخل. شهرزاد خانم، همیرا خانم بفرمایید تو. بفرمایید تو خواهید. شهرزاد چرا نمیای ها؟ چرا نمیای؟ بیا دیگه، چرا ماتت برده؟ ها؟ تو برو، من نمیام. شهرزاد الان بهترین موقعیت برای که حرفاتو بزنی. بیا بریم تو. الان خوب نیست. شهرزاد برو، نمیخوام خانم جون تنها باشه. چی شده پروین خانم؟ من شما رو تا به حال اینطور پریشون ندیده بودم. تظلم آوردم به درگاهتون بزرگ آقا. همه یه دردام یه طرف، شهرزادم یه طرف. داره بچم ذره ذره آب میشه جلو چشام. اون از متارکه زوریش که دم نزدیم، اون از کندن از جگر گوشش که باز دم نزدیم، اینم از حالا که با 1000 امید اومده دیدن امیدش، کبیرش، پسرش. میگن آقا قباد بچه رو بردن لاله‌زار. این آقا قباد چی میخوان از جون ما؟ دیشبم نصف شب جلو منزل بی‌ادبیه، نجسی خورده به عربدی کشی. بار اولشون هم نبود، بازم دیده بودم میپلکیدن اون دور و اطراف. منتها دیشب دیگه سنگ تموم گذاشتن. من پدر این قبادو میسوزونم. اکرم! مگه به تو نگفتم شهرزاد خانم رو هدایت کن بیان داخل؟ شهرزاد خانم بزرگ آقا، شهرزاد انقدر از ندیدن بچهش دلش خون بود که گذاشت رفت. پروین خانم، بله آقا. من این مشکل رو خودم حلش میکنم. ممنونم آقا. با اجازه آقا. با اجازتون. ببخشید آقا، چیزی احتیاج نداری؟ نه برو بیرون. چشم، با اجازه. خداحافظ سعید. هیچ وقت فراموشت نمی‌کنم. سلام، خوش اومدید. بفرما. حرفی؟ سلام. سلام. ببخشید خیلی منتظر موندی؟ نه، شما سر وقت اومدین. من خیلی زودتر رسیدم. سلام. سلام. چی میل داری؟ مثل همیشه. شما چیزی نمیخوری؟ این همین کافیه. شما خوبی؟ بله. مطمئنید؟ من خوبم. به هر حال ممنونم که اومدی. اومدم بهتون تسلیت بگم بابت سرگرد فولاد شکن. میدونم از دست دادن یه دوست نزدیک خیلی سخته. بنده خدا هیچ کسی تو این دنیا نداشت. نه زنی، نه بچه‌ای، نه خانواده‌ای. به خاطر همین همه کارهای کفن دفنشو خودم انجام دادم. پس همکاراش تو شهربانی چی؟ نمیدونم، خبرشون کردم ولی نفهمیدم به چه علتی نیومدن. شاید بو برده بودن با یه روزنامه نگار مصدقی سر و سر داشته. یادش بخیر. تو همین کافه بود.
وقتی دکتر مصدق سر کار بود چه آرزوهای نجیبی شکل گرفته بود تو سر ما. حالا از اون روزا چی مونده جز یه مش حسرت؟ شنیدم پیرمرد رو بعد از 3 سال حبسش میخوان تبعید کنن احمدآباد. آره. قهوه تلخ. ممنون. چیز دیگه نیاز نداره. ممنون. به هر حال خیلی متاسفم. هرچند خیلی در جریان چند و چون رفاقت شما با سرگرد نبودم. چون سرگرد فولاد شکن متعلق به تاریخیه که بعد از شما آغاز میشه. یا بهتره بگم تاریخی که هیچ وقت آغاز نشد. این مدت همش همین بوده. از دست دادن، تنهایی، ناتمام موندن داستان آدم ها. اول بابک و مریم، حالا هم سرگرد فولاد شکن. این وسط اسم کسی رو جان انداختین؟ آذر، یه تقلایی بیهوده برای فراموش کردن تو. تموم شد قبل از اینکه شروع بشه. جواب نداد. گویا برای دانشجوهای ادبیات فارسی داستان منجمد آدم‌ها توی گذشته مرده مهمتر از زندگیشون تو زمان حال. چه دریافت دوری از حرف من. معذرت میخوام. تلخی مرض مصری این ایامه. شاید بهتره من دیگه برم. نمیتونم باور کنم شما اینجایید فقط به خاطر اینکه به من تسلیت بگید. چرا؟ چیش عجیبه؟ چون میتونستید همه این حرفا رو پای تلفنم به من بزنید. لابد فکر کردم اینطوری مؤدبانه تره، یا فکر کردم اینطوری بهتره. اصلا فکری نکردم، فقط اومدم. چرا انقدر تفره میرید؟ حتی تو حرف زدن با من؟ چون درست نیست. کاش این آخرین دیدار ما باشه. نه، این آخرین دیدار ما هست. کاش دیگه بهانه‌ای نباشه برای دیدار، حتی تصادفی. چرا نباید ما هم دیگه رو ببینیم؟ میخوام دلیلش رو بدونم. دلیلش روشنه. من از یه قول و قول روزگار یاد گرفتم هر کسی خودش باید صلیب تنهاییشو به دوش بکشه. اینا یه مش حرفایی که هر جای دیگه میتونه معنی داشته باشه جز اینجا، تو این لحظه، تو رابطه ای من و شما. شما میدونی که من سر حرفم هستم و ازش دست بر نمیدارم مگر اینکه دلیل قانع کننده ای بشنوم. دلیل قانع کننده خود منم. یعنی چی؟ یعنی اتفاقی اینجا افتاده که نمیتونم به راحتی باش کنار بیام. مگه هنوز دوستش داری؟ اینطوری نگام نکنین. وقتی من اینقدر صریح هم جوابم استعاره و کنایه نیست. فقط یه دلیلی که میتونه منو قانع کنه به این که اشتباه میکنم، اینکه گذر زمان چیزی رو در شما کشته باشه که از بچگی ما رو متصل میکرده به هم. فکر کنید همینه؟ نه، دروغگوی خوبی نیستین. نگاهتون شما رو لو میده. نکنه داستان حرف مردم و بچه و ازدواج دوم، یا شاید همش برمیگرده به اون روزهای وصلت بیقاعده شما با قباد. راستی تو اون روزا چطور راضی به این ازدواج شدی؟ میشد صبر کرد تا آبا از آسیا بیفته، میشد منتظر موند، میشد 1000 تا کار کرد، مگه اینکه چیزی باشه که من ازش بیخبرم. بله، چیزی هست که تو نمیدونی. چی؟ پرسیدم چی؟ شب بخیر.
فرهاد. سلام آقا جون. سلام. کجا بودی؟ نگرانت شدم. جایی نبودم که باعث دلنگرانی شما باشه. بادم جون به آفت نداره آقا جون. این آفت نیست، طاعونه. ندیدی این همه مرگ و میتون چند وقت؟ هنوز کفن جمشید خدا بیامرز خوش نشده؟ بابک و نومزادش فولاد شکن. خدا بعدی رو بخیر کنه. نمیدونم چرا تو این سیاهی طاعون زده ها شما اسمی از بقیه نمیبرین. سهیلی، بهبودی، شروانی تو روزنامه ها خوندم. چون اونا رو طاعون نزده، تیر از غیب زده. حالا هم لباس عوض کن بیا شام بخور. عجیبه وقتی مصیبت به قوم و قبیله خودی میزنه اسمش میشه طاعون، وقتی به غیر بزنه میشه تیر غیب. حتما هم دست بزرگاقا در کار نبوده در پرتاب کردن اون همه تیر غیب که احتمالاً یه دونشون هم گرفته به پر دامن سرگرد فولاد شکن. ببین پسر، بزرگاقا تو ماجرای سوی قصد به فولاد شکن نقشی نداشته. اینو هم منی که پدرتم بشنو. تو هم به جای اینکه سرک بکشی توی این معقولات بهتر عقل و دلتو بسپاری به درس و دانشگاهات. میدونین چی آقا جون؟ احساس میکنم ما داریم روز به روز ازم دورتر میشیم. نه شما از کارهای من خبر دارید نه من از کارهای شما. هر کی سرش تو لاک خودش. شاید هم فکر میکنید ممکنه من خبرکشی کنم سیاکاریهای بزرگاقا رو برای از ما بهترون. میدونی چیه پسر؟ تو یه چیزی تو دلت هست که نمیگی. دلت بدجوی یه چیزی پره. مهم نیست آقا جون. شبتون بخیر. صبر کن ببینم. نمیشه هر چیزی از دهنت در اومد بگی و بری که. معذرت میخوام آقا جون. ببین من نگات میکنم میفهمم که قمر در عقربی. همش هم به خاطر این قضیه فولاد شکن نیست. چی تو سرته که دوباره خصومت پیدا کردی با بزرگ آقا؟ قضیه دختر جمشید نیست که. اگه باشه. خب نباید باشه. خب چرا آقا جون؟ سلام داداش. سلام. آقا جون مامان میگه پس چرا نمیاییم بالا؟ شام یخ کرد. خیلی خوب. شما بکشیم ما الان میاییم. چشم. نباید باشه چون اون عروس دیوان سالاره. حتی بعد متارکه با قبا؟ دیوان سالاری نشونی نیست که با متارکه رو آدم برداشته بشه. این چی آقا جون؟ اصلش اینه که حرف ناحقی که جواب نداره، نه حرف حق. اما استرش فکر کنم پیش شماست. استرش چیه؟ یه راز مگویی هست که منو گذاشته این ور گفت شهرزاد اون ور. یه رازی که یحتمل شما میدونین. منم حقمه بفهمم آقا جون که به جون شما و خانم جون تا نفهمم دست بردار نیستم. اینکه چرا به قول شما دختر جمشید حاضر شد به وصلت با قباد دیوان سالار. شک ندارم دلیلش هرچی بود بی‌علاقگی به من نبوده. تو با دختر جمشید حرف زدی؟ فکر کنید خواستگاری. خواستگاری؟ خواستگاری یه دختری مطلقه عزادار بی اذن ما؟ اگه جوابش مثبت بود ازتون اجازه میگرفت. خدا رو شکر که جوابش منفی بوده. یه جو عقل تو کلش بوده که جوابش منفی باشه. همین. میخوام بدونم چرا جوابش منفیه الان. لا اله الا الله. رسواییه براتون. ببخشید آقا جون اما تا نگین این رسوایی تمومی نداره. بگین و خلاص. خیلی خودسر شدی فرهاد. خیلی. به شما رفتم آقا جون. تا نفهمم سر این کلافه کجا بنده دست بردار نیستم. سلام مادر. سلام. غذا از دهن افتاد. وایسادین تو حیاط؟ شام من و فرهاد رو بیار پایین اینجا میخوریم. خیلی خوب پس بیارم چهارتایی با هم میخوریم. نه دیگه فقط من و فرهاد. پدر پسری میخوایم با هم اختلاط کنیم. حالا نمیشه چهارتایی با هم اختلاط کنیم؟ خیلی خوب. برو بشین رو تخت و بهت بگم.
سلام عمو جون. کجا بودی تو حالا؟ امری داشتیم؟ مگه دختر جمشید امروز وعده نداشت بیاد بچه‌شو ببینه؟ دختر جمشید اگه مادر بود که حرف زیادی نزن. جواب منو بده. بله داشت. پس تو غلط کردی بچه رو بی رخصت من برداشت و بردی بیرون. به من چرا دارین میگین عمو جان؟ به شیرین بگین که یهو هوس میکنه بره لارزار بستنی بخوره با بچه میگه پاشین بریم. همین الان بچه رو با دایش برمی‌داری میبری خونه جمشید. تا فردا شب هم میذاری همونجا بمونه. این وقت شب همین که گفتم. میری دست به سینه وای میسی میگی غلط کردم. لااقل بذارینش واسه فردا. من به پروین خانم قول دادم. همین الان این کارو بکن. اگه بفهمم شیرین بو برده من اینه ازت خواستم بعد جوری پات رو بوسه خربوزه است. چه کار خوبی کردین آقا. چه کاری؟ همین که داریم بچه رو میبریم پیش مادرش دیگه. آها. چقدر شبیه مادر خدا بیامرزتونه این بچه. مادر منو مگه شما میشناختی بتول خانم؟ بله آقا، خیلی هم با هم جیجی باجی بودیم، با هم درد دل میکردیم. منو خیلی دوست داشت. من اون موقع نسبت به الان خیلی جوان‌تر بودم، یه عالمم خواستگار داشتم. ولی چی نصیبم شد؟ یه مردی که هیچ مسئولیتی حالش نمیشد. شوهر کردم وصله کنم، نه اینکه بخوام وصله کنم. اما حالا چی؟ گرونی، کرایه خونه، 3 دختر دم بخت، یه لقمه نون بربری من بخورم یا اکبری. شما وقتایی که من نیستم بتول خانم چارچشمین بچه رو بپا، منو حواسم به کم و کسر زندگیت هست. بله آقا چشم. خدا بزرگی کمتون نکنه. خدا بهتون خیر بده ایشالله. شایزی جونم بابا، شایزی بابا. تو نگفتم پیاده نمیشینم. چشم. های بایسته بینم. نکنه نصف شب اینجا حلوا خیرات میکنم ما خبر نداریم. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ فکر نمی‌کنم به تو ارتباطی داشته باشه. این کوچه و همه اواثارش قرق منه. حمیدی غریبه و حلهوله بخواد پاشو بذاره اینجا قلم پاشو خودم خورد میکنم. درست حرف بزن. ببین آقا فکلینکی، یا همین الان سرتو میندازی پایین بچه آدم راتی میکشی میری، یا بلایی به سرت میارم که رب و رب تو یاد کنی. میدونی مشکل من با تو چیه؟ من زبون تو رو نمیفهم. بس که زبون نفهمی. تو نصف شب جلوی در خونه زن مردم چه غلطی میکنی؟ به تو چه ربطی داره؟ به من چه ربطی داره؟ آره تو چیکارشی؟ من شوهرشم. پای امضا که کردی وایسا. پای امضا که کردم وایسادم که میگم شوهرشم. امضای متارکه. الان باید پای اون وایسی. آقای محترم.
ببین کارمون به کجا رسیده. تخم و ترکه یکی از عملیات دار و دسته دیوان سالاره میخواد بهمون بگه ما باید چی کار کنیم. متارکه من و شهرزاد سوری عشقی، تو این وسط قاقی. برو رد کاره. ببین من خیلی وقت منتظر این لحظه‌ام. از اکفوره در برم. که اگه در بری چه غلطی میکنی؟ بزن چک. از جلوی راه من برو کنار. تو مثل که حرف حساب حالیت نمیشه. بزن به چک. خدای خودت به خیر کن. حرف حساب آدم هوشیار میزنه، نه کسی که رو پاش خوبه؟ بالاخره یه مرد جلومون پیدا شد. صدای چیه؟ این صدای عقوبات نی؟ چی؟ آقا فرهاد؟ آقا فرهاد! یا فاطمه زهرا کجا میری شهرزاد؟ شهرزادم سر هیچ کس خانم جون حق نداره پاشو از این در بذاره بیرون. خدا من مرگ بد که از این بی‌آبرویی خلاص بشه. دستتو رو من بلند کردی، خودتو جوان مرگ کردی بچه. بلم کن. چه خبرتونه؟ تو به من بگو چه خبره؟ این مردی که در خونه تو چیکار میکنه؟ اومده انگشتمات کنه؟ خیلی خوب صداتو بیار پایین. چرا آبروریزی را میندازی؟ برو تو ببینم چی میگی. برو تو. بگو حرف حسابت چیه؟ حرف حساب معلومه. تو هنوز مادر بچه منی شهرزاد، پس هنوز زن منی. پیش خودت چی فکر کردی؟ تو اصلا حق نگفتن به من نداری. اتفاقا دارم و میگم. پس معلومه از مادر بودن هیچ بویی نبردی. معلومه اصلا مادر نیستی. تو کی هستی که بخوای تعیین کنی مادر بودن و نبودن منو؟ 1000 تا گنده تر از توشم نمیتونن مادر بودن منو از من بگیرن. آقا عقوبات، آقا فرهاد، این کلم شنگه رو انداختی. خانم جون من قصد آبروریزی نداشتم. تو ساکت باش فرهاد. فرهاد؟ خجالت نمیکشه صداش میکنی فرهاد؟ آره صداش میکنم فرهاد. تو یه زن شوهرداری، حواستو جمع کن. آره زن شوهر دارم. خب پس اینجا چه غلطی میکنه؟ گفتم زن شوهر دارم، منظورم از شوهر تو نبودی. چی داری میگی؟ شهرزاد تمومش کنیم مریکه رو. خانم جون گفتم از اتاق نیاین بیرون، ولی حالا که اومدین همتون گوش کنین. من میخوام دوباره ازدواج کنم با همون کسی که همیشه دوستش داشتم، همونی که تو و بزرگ آقا همتون اون موقع مانع وصلتمون شدین. الانم انقدر تو این تصمیم جدیم که هیچ کس نمیتونه جلومو بگیره. تو هنوز اینو دوستش داری؟ تو همین مدتی که با من زندگی میکردی تو فکر و ذکر این بودی؟ پف! تو من قول داده بودی شهرزاد. یادت نره بین من و تو اون که سر قولش وای نستاد تو بودی قباد. من با پای خودم از خونه تو نیومدم بیرون، ولی الان اینجا خونه منه، دیگه نمیخوام با تو بذاری توش. این کارو با هم نکن شهرزاد. اینطوری خوردم نکن. من هنوز دوست دارم، خیلی بیشتر از قبل. همه چی خراب نکن. برو قباد، پشت سرت هم دیگه نگاه نکن. حرف آخرته؟ حرف اول و آخرم. استثنان این دفعه نیومده بودم که تو رو ببینم. بچه‌ت آورده بودم که ببینی. همون که تو به خاطر این چشماتو روش بستی. پس تو لیاقت مادر بودن نداری. تو لیاقت امید نداری.
چقدر دماغتون داره خون میاد. نمیخوایم بچه مادرش رو ببینه؟ بچه رو بیار تو ماشین. نمیخوایم بچه مادرش گفتم بیارش تو ماشین. چشم میخواه. ممنون. فکر کنم دیگه بهتره من برم. فقط اومده بودی شبانه جنجال کنی و بری؟ متاسفم که باعث شدم این اتفاقات. وقتی زندگی رو روالش نیست، وقتی همه چی انقدر در هم بر همه، من دیگه از هیچ اتفاقی تعجب نمی کنم. حتی رسوایی امشب. غریب شبی امشب، پر از وهم، خیال. گاهی فکر میکنم دیگه داره ما رو مینویسه، مو به مو. انگار اونو که تصمیم میگیره من از زبون آقا جونم بشنوم جواب سوال بی جواب همین سوال. حالا دیگه میدونم تو به خاطر نجات جون من بوده که راضی به وصلت با قباد شد. لازم نمیدونم. نه صبر کن، بذار داستانم رو تمام شد. بیشک کسی داره ما رو مینویسه که حالا نشستیم کنار حوضی که تمام بچگیمون گردش گذشت. من که نمیدونم، اما امیدوارم اونی که قلم سرنوشت دستشه بدونه که امشب من برای چی اومدم اینجا. اومدم تشکر کنم برای فداکاریت، یا گلایه کنم برای همه سالهایی که زندگی نکردم. نفس کشیدم، زنده بودم، اما زندگی نشرساد. جای گلایه نیست. من هر تصمیمی گرفتم، هر کاری که کردم، مال حال و احوال زمانی بود که زمان نبود، آخر زمان بود. میفهمی؟ سعی میکنم. گرچه فهمیدنش ما رو به نقطه صفر زمان بر نمیگرده. من نیومده بودم برای اصرار بیهوده. به چه بسا اگه قباد دم در نمیدیدم اصلا پشیمون میشدم و برمیگشتم. واقعا متاسفم اگه مجبور شدی حرفایی رو بزنی که دلت نمیخواست. میدونم تمامش برای ختم این قائله بود و میدونم خیلی سخته که بعدها بهش بگی کل این حرفا باد هوا بوده. فکر کنم دیگه برای امشب بسه. حضورم داره آزارت بده. صبر کن. حق با توه. غریب شبیه امشب و غریب موجودی آدمی زاد. گاهی آدم تو جنگ با خودش باید اونقدر پیش بره که یه ویرونه بسازه از وجودش. اون وقت از دل اون ویرونه یه نوری، یه امیدی، یه جرأتی جرقه میزنه. غروب وقتی گفتم جوابم منفیه خودم رو با خاک یکسان کردم.
بعد یاد حرفای اون شب افتادم جلوی کافه نادری. شهرزاد، بس نیست این همه ناکامی، این همه بدبختی توی دنیایی که 2 روز بیشتر نیست. منتظر چی هستیم؟ کدوم معجزه؟ کدوم خوشبختی باد آورده؟ بیا اینو دوباره به من بده. بیا این لحظه رو وصل کنیم به همزادش تو گذشته دور. انگار هیچ کابوسی این وسط نبوده. بیا برگردیم به نقطه 0. انگار برگشتیم به همون روزا. نه خسته‌ایم، نه پیر، نه این همه زخم. نه خسته‌ایم، نه پیر، نه این همه زخم. چشماتو ببین. درست ببین. یواشکی نگاه نکن. درست بستم. تقلب نکن. حالا چشماتو باز کن. خیلی قشنگه. مرغامین دردآلودیست کاواره بمانده. رفته تا آن سوی این بیداد خانه بازگشته، رغبتش دیگر زرنجوری نه سوی آبادانه. نوبت روز گشایش را در پی چاره بمانده. میشناسد آن نهانبین نهانان گوش پنهان جهان دردمند ما. جور دیده مردمان را با صدای هر دم آمین گفتنش آن آشنا پرورد. میدهد پیوندشان در هم، میکند از یأس خسران بارانان کم. مینهد نزدیک با هم آرزوهای نهان را. سلام. سلام. چیه؟ این چه سر ریختیه؟ حسب الامر شما رفتیم برای اجرای دستور. و از اونجایی که مادر بچه بی‌عاطفه تر از اون چیزی بود که من فکر میکردم، بین بچه و شوهر جدیدش دومی رو انتخاب کرد. این بود که ما هم دست از پا دراز برگشتیم هر سمون. این وسط اون طفل معصوم فقط باز ظاهرا میشه. با اجازه. این چرت و پرتا چیه با هم داری میبافی؟ چرت و پرتو من نمیگم عمو جان. عروس شما داره میگه. عروس شمایی که صاف صاف تو چشم من نگاه کرد گفت میخواد بشه زن اون مرتیکه بچه پرروی زاغول که اگه شما اینقدر بهشون دور نمیدادین الان غلط میکرد بخواد اینجا باشه. خب بره بشه. زن هر که میخواد بشه. یه زن مطلقه است. اختیارش دست خودشه. نه بابا داره نه آقا بالا سر. تو رو سنا نه کاسه عزاش داغ‌تر شدی، کوس رسوایی برداشتی، نصف شبی اومدی سراغ من. دست مریز آدمو جان.
فکر میکردم بهتون بگم الان کنفیکان را میندازین، برین خانمانشون رو میکشین به آتیش. تو غلط کردی فکر کردی. تو اصلا غلط میکنی فکر بکنی. خیلی آدمی جای فکر کردن شیرین و بچه تو زفت رفت کن. اون عروس شما عمو جان، عروس شما، عروس خانواده دیوان سالار، همینجوری به کشکی اسمی بیاره بالای اسم شما. شما همینجوری دست رو دست میذارین میشینین، هیچ کاری نمیخواین بکنین، نمیخواین جلوشونو بگیرین. اگه بخواد سر سامون بگیره پشتشم هستم. داشت عمو جان، سر سامون داشت. من سر سامونش بودم، شما بی سر سامونش کردی، شما یتیمش کردی. شما به خاطر دخترت هر کاری میکنی عمو جان. شما منم بی سر و سامون کردی. من چی کار به کسی داشتم زندگی رو میکردم، با بدبختی خودم سر و کله میزدم. اصلا روحم هم خبر داشتم چی کسی تو این دنیا زندگی میکنه. کی نشونم داد؟ شما. بعدش هم که فرستادینم تو بهشت تازه میخواستم بفهمم زندگی یعنی چی. تازه طعمش داشت زیر دهنم مزه میکرد که یقمو گرفتین ترپی انداختینم وسط جهنم. هر کاری واسط کردم از سرت هم زیاده. تو اگه لیاقت داشتی یه جوری با شیرین تا میکردی که مثل اسفند رو آتیش جلز ولز نکنه، کارش به سیان رو سوپلمه نکشه. هر چی سرت بیاد حقته. الانم پشو گم شو از این اتاق، برو بیرون. دیگه نمیخوام ریختتو ببینم. آره خب عمو جان، حقیقت تلخ عمو جان. شنیدنش هم چیه جاهای وجدان آدمو جذب میده. گم شو بیرون. این فرشا چند خونه هست؟ این 50 خونه اعلاست. تو خونه اوستامو تو مهمون خونهش چند تا از همین تخت فرش زیر پای مهموناست فقط. این تخته لچک تورنگ ابریشم تبریزه. این فرش فقط خیلی خوش نقشه همینجوری که ببینی. خب فقط جفته. گوش میدی؟ تک میخوایم تک. این نمونه زیر رو پس به شما نشون بدم. این شکارگاه. ببینی؟ این مهرابیه، مهرابی فیروزه‌ای. این لحاظ قیمت هم خیالتون راحت باشه. خب همینجوری اوستامون با شما راه میاد. نمونه دیگه هم میخوام به شما نشه. اینه حاج خانومی دونه انداری.
سلام آقا جون. سلام. سلام از خیلی جون. خوب است. دومی فقط جفته دیگه، میدونی بعدشینه، ولی از همه فرشون توجه کنید قشنگتر و خوشمزه‌تر. بعد باتون حرف بزنم آقا جون. تو مگه چهارشنبه درس و دانشگاه نداشتی؟ اینجا چی کار میکنی؟ کارم واجب بود. گفتم بریم با هم حرف بزنیم. میشنفم. ولی اینجوری که شما 3 گرمهاتون تو هم رفته بلبلم بود زبونش به هم میومد، چه برسه به من. چه انتظار داری تو؟ بشکن بزنم واسط؟ اونم با علم شنگی که دیشب رو انداختی؟ اصلا معلوم نشد کجا رفتی که تو دیر وقت برگشتی. فکر نکن نفهمیدم ها. روی خودم نذاشتم که جلو مادر و خواهرت آبروریزی نشه. خب آقا جون منم اومدم توضیح بدم. میشنفم. والا برای گفتنش به همه درک و صبرتون احتیاج دارم. هیچی نگو فرهاد. حرف تا وقتی که به زبون نیاد راز دله. واسه راز دلم کسی رو به سلابه نمیکشم. پس همینجا با جاش دفنش میکنی بره پی کارش. آقا جون اگه اینجوری بود که بیسمارک صدر اعظم آلمان با اولین شکستش باید خوننشین میشه. بیسمارک؟ تو صدر اعظمی؟ اینجا آلمانه؟ داری سوادتو به رخ من میکشی؟ اسم فرنگی میاری که جلو دهنمو ببندی؟ آقا جون به خدا قسم اگه من همچین نیتی داشته باشم مثلا اومدم حرف شما رو بشنوم. میخوای بشنفی؟ من به کل مخالفم. شنیدی؟ حالا برو پی درس و مشقت. اینقدرم شعر تحویل من نده. برو. آقا جون چرا؟ چراش از هرالملل شمسه. خب برای من نیست. هست. خودت زدی به اون راه. آقا جون واقعا برای من مشخص نیست شما چرا مخالفی. اون زن یه بار شوهر کرده، یه بچه داره. آقا جون مگه داریم معامله فرش میکنیم بگیم پا خورده از تار پودش سسته؟ داریم راجع به آدم حرف میزنیم، اونم نه یه غریبه. دختر عزیزترین دوستتون. ببخشید هاشم خان، این مشتری ها این لچک ترنج ابریشمی جفت تبریز رو میخواستن ولی تکی میخوام ببرن. میگه یه تیم خونه است که یه قلشو بذارن یه قلشو ببرن. نه خیر نمیشه. یا جفتشه به سلامت. نمیشه. ببخشید هاش خانم. خودم شنیدم چقدر بد اخلاقن حاج آقای شما. نه بریم اینطوری نیست. دیگه راست زیاده حجره فرش فروشیش. خیلی خوش اومدین. تشریف بیارین باز حجره. قربونش. چه واسه نگاه میکنی؟ من چیکار کنم؟ چمچاره. برو 2 تا چای بردار به گلمون خشکی. چشم. ببخشید آقا جون ولی اینایی که از نظر شما عیبه از نظر من کلش حسنه. مگه خودتون نگفتید این دختر به خاطر نجات جون من حاضر به این وصلت زوری شده؟ خب حالا آزاد شده. نامردی نیست من پا پیش نذارم؟ ولی به خاطر مردی و نامردی نیست که خودت بریدی خودت هم دوختی. خب البته که نه. خودتون بهتر میدونی من تمام این سالا چی بگم؟ شما که حال منو بهتر میدونی. بله بدبختی من اینه که بهتر از تو میدونم. آقا جون شما یک کلمه حرفی بزنید که منو مجاب کنه. به خدا پسر هاشم نیستم رو حرفتون حرف بیارم. اصلا اون دختر خودش معلومی زیر بار بره. اگه قبول کرده باشه چی؟ همین دیگه. اونم که مثل تو حالیش هست بچه داره؟ بابا بچه داره نباید زنده به گور بشه که. اون عروس بزرگ آقا بوده. خودتون میگین بوده. بچه تو اصلا حالیت هست داری با کی سرشاخ میشی؟ فکر کردی قباد با میسه کنار واسهتون شباش میریزه؟ کل میکشه واسهتون؟ کل اصلا بزرگ آقا راضی نمیشه. تو یه فرسخی اینجا خون راه میفته. دستی داری واسه خود دشمن خونی درست میکنی. دستتو کردی تو لونه زنبور حالیت نیست. حواست پرت فرهاد. حواسم جمعه. شیشتونگه حواسم هم جمعه. خودتون یادم دادید وقتی حرفم حقه لونه زنبور که سهله. انگوش کنم تو لونه مار کبرا. من یه بار تا ته این بگیره بزنه رو دیدم.
این دفعه به قیمت جونم هم شده کوتاه نمیام. آقا جون، من اون دیواری نیستم که هر کس و ناکسی که دلش خواست بهش سنگ بندازه. من هر چی بگم باز تو حرف خودتو میزن. به من چه اصلا؟ برو سنگاتو با مادرت بکن. طرف اصلی تو مادرته. شب بیا خونه بشین باش حرف بزن تا ببینی چه قشقرقی به پا میکنه که اون سرش ناپیدا. عسکری. بله آقا. یه بارو ببین میتونی 2 مشتری رو پیدا بکنی. بگو این لچک تو رنگا رو نپیشی و تکی هم میدیم بهشون. باشه چشم. از طرف منم عذرخواهی کن. چشم. من یه نیم ساعتی میرم و برمیگردم که اینجا نباشم. آقا فرهاد، پس من میرم ببینم میتونم مشتری رو برگردونم. شاید یه تخت فرش بفروشیم بشه. گفته بودم بی تو میمیرم ولی این بار نه. گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه. هرچه گویی دوستت دارم جز تکرار نیست. خوب نمیگیرم به این تکرار توتیوار نه. تا که پابندت شوم از خویش میرانی مرا. دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه. قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان. بار دیگر میکنم خواهش ولی اصرار نه. گه مرا بز میزنی گه باز پیشم میکشی. آنچه دستت دادم نامش دل از افسار نه. آسمون آری گرفت دنیا نکرد سرد. آسمون آری گرفت دنیا نکرد سرد. ما که تا دل خوش کنم لای همه بر لای همه بر. میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز. میکنی گاهی فراموشم ولی انکار نه. سخت میگیری به من با این همه از دست تو. میشوم دلگیر شاید نازنین بیزار نه. گه مرا بز میزنی گه باز پیشم میکشی. آنچه دستت دادم نامش دل از افسار نه.